مفسرای قرآن در مکه مکرمه در اول تبلیغ پیغمبر خدا نازل شدند. این سوره را مفسرا سبب نزولش، سبب فرامدنش با پیغمبر چنین حکایت میکنند که وقتی که خداوند با پیغمبرش امر کرد، چه امر کرد؟ و انذر عشیرتک الاقربین، محمد صلی الله علیه و سلم، ساعت دعوت سر شد، از جای خود خیز، بالای کوی صفا برآ. اولین دعوتی که مردم به سوی خدا میکنی از خویش و تبارت سر کن. به خویش تبار فرمان بده که بس بت پرستی، بس به خدا یگانه رجوع کنند. پیغمبر ما و شما که اطاعت کننده بودند بالای کوی صفا برآمدند، با آواز بلند فریاد زدند: ای بنی فهد، ای بنی هاشم، ای بنی عبدالمطلب، ای بنی عدی. اینا اولادهای بودند که در اطراف پیغمبر خدا اولادهای پیغمبر بودند. اینها را فریاد زد. همه اینها میگن نزد همون کوی صفا حاضر شدند. پیغمبر خدا گفت: اگر من بر شما خبر دهم که در پس کوی صفا یک لشکر دشمن آماده هجوم بر همین ملک ما دارد، باور میکنی؟ گفتم بله ای محمد، ما از تو باور داریم، زیرا لقب تو محمد الامین است، تو باری هم دروغ نگفته ای، سخن تو هم حقیقت دارد. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجتهایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. کودک هایی که از پیشاب تنقیصی میکشند و تست پیشاب میکنند، پس این مشکلی هست. با شما شفافرما سیستید اونریز رو توصیه میدهد که شما میتوانید این مشکلی رو حل کنید. پیغمبر خدا گفت: اگر من بر شما خبر دهم که در پس کوی صفا یک لشکر دشمن آماده هجوم بر همین ملک ما دارد، باور میکنی؟ گفتم بله ای محمد، ما از تو باور داریم، زیرا لقب تو محمد الامین است، تو باری هم دروغ نگفته ای، سخن تو هم حقیقت دارد. گفتند امروز من بر شما از عذاب سخت خدا خبر میدهم که خداوند بر من سپارش داد تا که از ترس او، از عذاب او بر خویش و تبار خود خبر دهم. آیا باور میکنید؟ مفسران میگن اگر چندی که خویش و تبارش باورم که نکردن، لیکن هیچ مقابلیت نشان ندادند، بلکه از بین اینها ابو لهب که عمک پیغمبر بود از جای خود میگه راست شد و گفت: تبا لک یا محمد، هلاک شوی تو ای محمد، الهذا جمعتنا هذا اليوم، همین فیراد تو، همین ساعتهای جمع کردن تو با همین مقصد بود؟ بعضی مفسران میگوید سنگ را هم حواله کردند. این اولین اذیت و اولین سرزنش پیغمبر خدا از طرفی کی بود؟ از طرف عمکش ابو لهب بود. این سوره مبارکه را تبت هم میگویند مفسران، سوره مسد هم میگویند، سوره لهب هم میگویند. ابو لهب
از همان رو سر کرده پیوسته در آزار محمد بود صلی الله علیه و سلم. ابو طارق محاربی هم در تفسیر میگوید روز در بازار ذوالمجاز بودم، یک جوان را دیدم خیلی زیبا بود. مردم را میگو که اگر کسی که بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله وی وارد جنت می شود. و از پس یو نگاه کردم، یک مردی خیلی درشت رو بود و درشت سخن بود، با سنگ از پس این جوان میزد و میگو که سخن این دروغ است، این باور نکنید. من از صاحبان بازار پرسیدم این جوان کیست و این پیرمرد کیست؟ گفتند این محمد است که دعوای پیغمبری دارد و این عمک محمد ابو لهب است که وی را تکذیب میکند که محمد دروغ میگوید. همین ابو لهب این وقتی که جواب رسول اکرم را با این جواب داد که هلاک شوی تو ای محمد و سنگ پرتاب، خداوند همین سوره را چیکار کرد؟ نازل کرد. تبت یدا ابی لهبی و تب، هلاک باد هر دو دست ابو لهب و هلاک شد. هر دو دست، مفسران میگویند مقصد از هر دو دست این همون جنس ابو لهب در نظر است، یعنی هلاک باد ابو لهب که عاقبت هلاک شد. تبت یدا ابی لهبی و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. این ابو لهب مفسران میگن خیلی آدم ثروتمند بود، بسیار آدم بدولت بود. ابو لهب این کنیتش است، خودش عبدالعزا نام داشت، کنیتش ابن عتیبه بود. این عبدالعزا، عزا گفته یک بوت میگن، همین هیکل هایی که در ما و شماست همون هیکل ها در اون زمان ها بود که خودش را این عبدالعزا گذاشت به معنای که یعنی بنده عزا هستم، من بنده همون بوت هستم. ابو لهب از خاطر آن میگفتند که میگه چهرش بسیار سرخ بود، چشمهاش سرخ بود. در عربه ها هم آتش شعله‌ور لهب میگویند، یعنی چهره سرخ که داشت با این معنا کنیت ابو لهب گذاشتند. تبت یدا ابی لهبی و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مفسران میگویند بسیار با دولت که بود تکیه کرد که همین دولت و همین سهولت من مرا نجات میدهد، هر مشکلاتی که به سر من بیاید با این پول میتوانم که من از مشکلات چکار کنم؟ خارج شوم. لیکن خدا میگوید که این مال و ثروت ابو لهب به ابو لهب هیچ فایده نه آورد. البته این به یک ابو لهب تنها نه، بلکه به تمام آن ثروتمندهایی که مغرور میشوند، پول دارند، مال دارند، اونا هم اگر مغروری را پیشه خود کنند، خداشناسی را یک طرف بگذارند، فکر کنند که همین پول مرا در دنیا و در آخرت سربلند میکند، نه، این خطا است. ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب. خدا میگه زود است که این ابو لهب در آتش شعله‌ور داخل می شود. سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. خداوند میگوید که زن این ابو لهب ام جمیل بود، این دختر حرب و خواهر ابو سفیان بود. این میگه کارش چی بود؟ کارش فقط هیزم چینی بود. هیزم که به منزله که خار میچین و شبها می آورد و از نزد دروازه محمد تا مسجد اون خارها را میپرداخت تا که پیغمبر خدا بالای این خارها حرکت کند و مسجد بیاید آزار بکشد. کار ام جمیل زن ابو لهب این بود، یعنی زن و شوهر هر دو شب و روز در پی آزار رسول اکرم بود. فی جیدها حبل من مسد. و همین زن ابو لهب خداوند میگه در گردنش یک گردنبند داشت از لیف خرما. سه فرزند داشتند، عتیبه، عتبه و معتب.
دو بچه همین ابولهب داماد محمد بودند. دو بچه همین ابولهب، یکی عتیبه دیگرش عتیبهش ام گلثوم گرفتگی بود و عتبهش باشد رقیه را در نکاح خودش داشت. وقتی که این سوره نازل شد و رسول اکرم این سوره را در بین مردم که زمزمه کردن خواندند، چی ابولهب و چی زنی او ام جمیله به نهایت غمگین شدند و به نهایت یک غضب کلانی در آنها پیدا شد. و ابولهب گفت، عتیبه گفت و عتبه گفت شما فرزندان من هستید. امروز دیدین که محمد برای من چی میگوید. اگر شما بخواهین که بین ما و شما پدری و فرزندی ما و شما بریده نشود، دخترهای محمد را طلاق کنید. میگوید این عتیبهش بسیار بدبخت بود و میگد ام گلثوم پیش انداخت و به خانه محمد آمد تا که دختری رسول اکرم را طلاق دهد. آمد میگد نزد رسول اکرم و آیت اذا نجم هوا را انکار کرد و گفت این سوره هایی که به تو می آید همه اینا باطل هستند، همه این سحر هستند، همه این جادو هستند و این دختری که داری گلثوم این ما از همین روز اعتبارا طلاقش کردم. و با این میگه اکتفا نکرد، مفسرای قرآن میگه چیکار کرد، بلکه میگه در دهان خودش میگه یک مقدار توفی را جمع کرد و به بالای پیغمبر خدا میگه توف انداخت. مفسرای قرآن میگوید که این توف غلیظ این بدبخت میگه به چهره پیغمبر نرسید، لکن این اعمال زشت، این عمل زشت میگه از این عتیبه صادر شد. در اصل کسی که نداند که این پیغمبر خدا کیست، چی میداند که این در نزد خدا چی قدر دارد، چی قیمت دارد، چی میداند که روز قیامت یگانه نفری هست که بیرق شفاعت در دست او داده می شود. نداند هیچ سنگ قدر گوهر، حضرت مولوی میگوید نداند هیچ سنگ قدر گوهر، کجا ظلمت شناسد قدر انور. سنگ از سنگ گوهر چی درک دارد؟ تاریکی از روشنی چی درک دارد؟ نداند هیچ سنگ قدر گوهر، نداند قدر ظلمت قدر انور. و بیدردان ز درد دل چی گویی، شکر از حاصل خنجر چی جویی. عاقبت میگه توف کردن و پس گشتن، رسول اکرم بسیار غضبناک شدند و میگه دست برداشتن گفتند اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. پروردگارا اگر من در نزد تو یک ذره قدر داشته باشم، با این مرد غلیظ، با این مرد بدکار، خدایا سگ از سگهای دربار خودت را مسلط بگردان. یک دعای بد در حقش کردند. و همان روز میگد این عتیبه با همراه پدر خود ابولهب به سوی دولت سوریه میگد سفر داشتند با نیت تجارت. و عتیبه میگد سخن پیغمبر را به پدرشان رسانیدند. پدرش گفت من از دعای بد این میترسم. وقتی به یک بیابان رسیدند، در حال میگه عسکر زیاد جمع کردند و در اطراف همین بچهش میگه خواباندند، شترها را جمع کردند. گفتند که شاید که همین دعای محمد تأثیر کند، شاید یگان ضلال بر همین فرزند من برسد. میگه یک قسم شب گذشته بود که یک مفسرای قرآن میگوید شعر میگه از شعرهای خدا میگه بالای اشترها حرکت میکرد. اشتر میگه در جای خودش قرار بود، دم نمیزد، بو میکشید، هر نفر بو میکشید. میگه بناگاه همون راست عتیبه آمد، همون کسی که به چهره پیغمبر توف انداخته بودند و میگه زمانی میگه هجوم به بالای او کردن و او را دراندن و نابود شدند. البته هر کسی که با دوستان خدا، با پیغمبرهای خدا، با دین خدا وقتی که مقابلیت نشان میدهد، عاقبتش همین است.
این گونه آزارها از جانب ابولهب و پیغمبر خدا رسید. حتی وفات چند مفسران میگویند که وقتی که میگه شکست جنگ بدر به گوش ابولهب رسید که در جنگ بدر این مشرکان عرب شکست خوردن، بسیار غمگین شد میگه و به کسلی آبله میگه گرفتار شدند. این کسله میگه چنان کسلی بود که هیچ کس به او باید نزدیک نشود، یعنی سرایت کننده بود. 7 روز میگه در همون خانه خودش باقی ماند. عاقبت طبیب ها گفتند که به این نزدیک نشوین که در وجود همه شما این کسل میگذرد و از دور میگه با واسطه همین چوب های دراز تله کرده میگه از مکه مکرمه بیرونش کردند و یک چاه کندن، در همون چاه پرتافتن و بالاش خاک پرتافتن. همچنان میگه این دشمنی خدا از دنیا گذشتند. این یک طریق مختصر همین تفسیر سوره مسد است. السلام علیکم داملای خوب و مهربان. داملای عزیز، از شما و از همه داملاها بخشش میخواهم و سوالی دارم و التماس این را خوانید، زیرا جوابش برای چندین نفر لازم است و مورد بحث قرار دارد. آیا برای داملا داشتن تلفن دستی و ماشین خارجی درست است؟ کدام برادری البته همون تلفن ما را دیده است، همین سوال کرده است که برای داملا تلفن دستی و های ماشین خارجیش که نیست، ماشین خارجی داشتن درست است یا نه؟ پیغمبر خدا میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. پیغمبر خدا میگوید اگر در شما شرایط نو کردن لباس باشد، لباس هاتون نو کنید. اگر در شما شرایط نو کردن چیزهای سواره باشد، چیزهای سوارتون رنگ و برنگ کنید. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر معنای او را ندارد که وقتی که آدم ملا شد باید که از تمام این تلفن و ماشین و لباس زیبا محروم باشد. نه، بلکه این خاص برای همه ما و شماست که کدام ما و شما اگر ذره شرایط لباسی نو کردن داریم یا مثال خریدن یگان سواره داشته باشیم، باید که سواره نو هم خریم، لباسی نو هم بپوشیم. اینا یگان جای عیب و جای گناهش نیست. برای همین این عقیده که باید که مثال داملا از اینها محروم باشد، اینا عقیده های غلط هستند. اگر مثال برای داملا که جایز نباشد، برای شما هم جایز نیست. داملا مثال خاصه یگان جنسش از یگان آتش و از یگان مثال بگیم از یگان ماده دیگر نیست، این هم انسان هستند. برای همین آن چیزهایی که در دوره‌های پیغمبر بودن، اونها را در این زمانه ما و شما استفاده کردن ندارد، شرایطش نیست، معنی ندارد. در دوره‌های پیغمبر خدا میگوید یعنی چنان شخصانی بودن که همین پوستک هایی که ما و شما در زیر پا میپرتویم همین ها لباسشان بود. یعنی کدام شما همون پوشیده میتوانید؟ نمیتوانید. در دوره حتی پیغمبر خدا اسب داشتن. همون روز بهترین چیزی سواره اسب بود. پیغمبر خدا اسب داشتن، اسب سوار میشیدن. اگر ما فکر میکنیم که همین ماشین های بهترینی که الحال هست همینا در زمانهای پیغمبر میشد، هر آینه پیغمبر در همینا سوار میشد، این گناهی نیست. پیغمبر خدا وقتی که اگر در یک ماشین بهترین بنشیند، این جای گناهش نیست. یا ما و شما بهترین لباس بپوشیم. فقط بهترین لباس پوشیدن و تلفن داشتن و ماشین داشتن سبب تکبری و مغروری ما و شما نشود. من ماشین دارم، من تلفن دارم گفته و بعد سر بلند کنیم و دیگر یگان آدم سلام هم ندهیم و پروای هیچ کس نکنیم، اینش در نزد خداوند خوب نیست. بازم اینقدر نعمت‌های داشته باید که باز چی باشیم؟ آدمی عادی باشیم، خاکسار باشیم، با همه معامله خوب داشته باشیم.
السلام علیکم. داملای شیرین سخن. در محله ما یک ملا امام بود. او به ما فهمانده بود که نماز را قضا خواندن گناهکار است. البته در مذهب ابو حنیفه خواندن نماز قضا این واجب است. در ما و شما اگر نمازهای قضا باشد، یعنی نمازهای قضا داریم، ما به هیچ ملا کار نداریم. کدام ملا قضا را این کار میکند، فرض را این کار میکند، ما به هیچ کس کاری نداریم. لیکن کدام شما اگر میخواهید که مسئله اصل ابو حنیفه را به شما آگاه کنند، مرحمت به ما مراجعت کنید. زیرا الحمدلله امروز در نزد ما تمام آن فقه حنفی که عبارت سر به سر آیت قرآن و احادیث های پیغمبر است موجود است. بتونین که مثال مراجعت کنید. نماز قضا را اگر شما نخوانید، شما در نزد خدا گناهکار هستید. نمازهای قضا تان بخوانید. عبادت است. عبادت کردن چی جای گناهکاری دارد؟ حالا که پیغمبر خدا را جنگ خندق اگر امام الله میدانست، 4 نماز پیغمبر خدا قضا کردن. یکی نماز عصر بود، نماز شام بود، نماز خفتن بود، ویتر بود. لیکن چیکار کردن؟ این حدیث پیغمبر خداست که راویش ابن مسعود است. کان نصف اللیل، ابن مسعود میگوید نیم شب شد. فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر از جای خود خیستند. فبدأ بالظهر فصلاها ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. پیغمبر خدا خیستند و اولا از نماز پیشین سر کردند. نماز پیشین خواندند، نماز عصر خواندند، نماز خفتن شام خفتن خواندند، بعدا نماز ویتر خواندند. اگر لازم کی نمیشد نماز قضا میگفتن خیر تمام خدا بخشیدش. یا در لیلة تعریس هم پیغمبر خدا نماز بامداد با همراهی هم سنت و هم فرضش خواندند. برای همین کدام یک شما اگر نمازهای قضا داشته باشین، نمازهای قضا را بخوانید و میدی فتوا هیچ کس نشین. السلام علیکم داملای عزیز. سوال: در نمازهای وقتی بعد از سوره فاتحه 2 یا 3 یا از این زیاده سوره بخوانی نماز درست می شود؟ اگر در یک رکعت نماز چنین بخوانی، مثال در رکعت فرض یا سنت نماز بامداد بعد سوره فاتحه سوره کوثر، کافرون، نصر و اخلاص و مانند اینها خوانده شود، درست است؟ گناهکارم دعا کنید. یعنی مقصد این برادر این است که مثال ما و شما الحال نماز جمعه میخوانیم 2 رکعت، بعد سوره فاتحه را خواندن شما میتونین که سوره فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل خواندین، با همین سجده کنین نمازتون درست میشود. یعنی با یک زمی سوره هم نماز درست میشود. لیکن اگر شما خواهشتون باشد بعد سوره نصر، مثال سوره قریش لإیلاف قریشین میاد، این را ضم کنین. بعدی سوره ماعون میاد ارایت الذی یکذب بالدین، این را ضم کنین. یعنی میتونین در یک رکعت 4-5 سوره را بعد سوره فاتحه بخونین. این با که نداره، زلال نداره. اگر شما به شرطی که تنها گذار باشین و وزنینی به قوم نیاید، زیرا پیغمبر خدا میگه اذا اما احدکم الناس فلیخفف، وقتی که شما ملا شدین، پیشوای مردم شدین، نماز مردم خواندنی که شدین، فلیخفف، نماز سبک بخونید. فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجه، زیرا اینه که در این جمعیت شما موی سفیداست، گفت پیغمبر، کسلی هاست، آدم های سراستیمه هستند، صاحب حاجت ها هستند، از این خاطر نماز سبک بخونید. یکی تنها گذار باشی، مرحمت کدام چند سوره را که از پس فاتحه میخونی این حقی توست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما احترامانه خواهش میکنم که به سوال من جواب درست دهید. اگر نماز پیشین قضا شود بعد از نماز عصر و پیش از نماز شام خواندنش درست است یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد که اینا در نافله میدرایند، خواندن شکر وضو، خواندن 2 رکعت برای ارواحها، اینها بین عصر و شام جایز نیست، مکروه هستند. لیکن در شرح الوقایه، شرح مختصر چی میگوید؟ جایز است نماز قضایی را خواندن. نماز قضایی این حکم واجب دارد. برای همین بین عصر و شام شما میتونید که نمازهای قضایی تون بخونید، چی هم روزه باشد چی پیشینش باشد، با که ندارد.
السلام علیکم. ناملای شیرین سخن، توی کردن ثواب است یا مولود؟ بعضا آدمان میگویند که مولود درست نیست. با سوال من جواب گردانید. معرکه کدامش که خالی از منکرات شرعی باشد همونش درست. مولود نادرست گفتگی آدم البته ناحق است، خودش نادرست است. یا رسول اکرم میگوید حدیث های مبارک در کدام اسلام بهتر است؟ ای پیغمبر خدا، کدام اسلام بهترین اسلام است؟ پیغمبر چی گفتند؟ افشاء السلام و اطعام الطعام. سلام آشکارا گفتند، یعنی با صدای بلند السلام علیکم، و دویم طعام دادن. اینها بهترین عملهای اسلام هستند. و در مولود دادن طعام است و از همه رکنهای خیلی مهمی که حتی پیغمبر گفتند 4 چیز جهاد در راه خداست که دوی این چیز است: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. امر معروف و نهی منکر اینها جهاد هستند که در مولود این دو امر چی می شود؟ اجرا می شود. این چی جای غلطش است؟ این جای غلط نداره. لیکن توی کردن ما و شما اگر خالی از عرق نوشی باشد، خالی از رقص و بازی باشد، انشاءالله اونش هم هیچی زلالی ندارد. لیکن وقتی ما و شما مثال یک توده خواهر و اپا و بیگانه ها را جمع میکنیم و با اون مردهایی که مست هستند و دستها را تاو میتند، در گردن زنی تو میزند، در گردن خواهری تو میزند، این صورت مردن توار مردک بهتر است. مردن بهتر است. وقتی زنی تو و خواهری تو با یک مردی مست الست رقص میکند و تو چشمهات کشاده و تماشا داری، این مردی نیست، این ایمانداری، این دیوسی است، اینش ناجایز. لیکن اگر با همین یک موسیقی اگر انجام بیابد خالی از حرام کرده های دیگر خدا باشد، با که ندارد مرحمت. السلام علیکم داملای عزیز، من مخلص شما هستم و از شما خواهش دارم به سوال من با پررگی جواب گویید. آیا با خانه حرام قسم خوردن به نکاح یگان ضرر دارد؟ البته. کسی میگوید که خانم حرام که من همین کار نکردم، در اصل کرد است، خانهش حرام می شود. این قسم قد شما هیچ وقت قسم نخورین که اینم یکی از واقع شدن طلاق ها هست. وقتی شما اگر قسم خوردین در حال من به شما یک سوال دارم. من در کتاب وصیت‌نامه پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خواندم که دوست داشته ترین بنده خدا بنده است که این دعا را میخواند: ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. میخواستم این را پرتر بر من میفهموندید. با احترام یکی از مخلصان اشهدی، شما استاد عزیز. یعنی این دعای هست که معناش چنین است که پروردگارا من بر نفس خودم ظلم کردم و با جز ذات تو دیگر هیچ کس گناه مرا بخشیدن نمیتواند. خدای گناه مرا ببخش. این بهترین دعاست. اگر کدام ما و شما خداوند میگوید من دعا را دوست میدارم، وقتی همین بنده دستش پهن میکند من دوست میدارم که دعای او را قبول بسازم. از این خاطر وقتی ما پهن میکنیم دعا را میگیم پروردگارا ما امروزها هر یک ثانیه و هر یک دقیقه ما با گناه سپری شده ایستاده است. خدایا با صفت ستاری و غفاری خودت گناههای ما را مغفرت بساز. هم دعای ما و شما را خدا قبول میسازد و هم ما البته بنده دوست داشته ترین به سوی خدا میگردیم. خوش به حال آن کسی که از گناهاش پشیمان می شود و به سوی خدا زاره و تولا میکند، نه مثل بعضی همون کلان سالای ما و شما که 10 ساله و 20 ساله پیش بعد ورق میزنن ای راحت داشتیم ده، ای استراحت داشتیم ده،
بعد استراحتش میفهمی که مثال یا عرق نوشی بود، یا که مثال زیناکاری بود، یا یگان کار دیگر بود. این استراحتش، این راحتش. این معیشت نه، این بلکه معصیت است. برای اینها باید که آب چشم کند در کار، افتخار نه. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت بر جان شما. اولا کسیته های مگنیتوفونی رو از کجا دسترس کنیم؟ سراغش کجاست؟ سراغش برادر ما جمشید نزد ما نشستگی هست، یعنی در دست همین که از تمام این کسیته های جمعه ما ثبت می شود. و خداوند در امر و جان این برادر جمشید و برادرمان ایرج، فرزندی سردار بازار کلان، یعنی در همین کار بسیار یک سهم کلان گذاشتند. در همین مسجد هم دست یاری دراز کردگیند. خدا اولا اینها را هم عمر دراز و تنی صحت دهد. از اینها شما میتونید که این کسیته را دسترس کنید. دویم، ابو جهل آیا ابو لهب است؟ ابو جهل این ابو لهب نیست. ابو جهل هم مثل ابو لهب کسی بود که فقط و فقط در آزار پیغمبری خدا بودند. عبدالرحمن ابن عوف که یکی از صحابه مشهور است میگه من در صف جنگ بودم، در جنگ بدر، و نگاه کردم در پهلوم دو جوان بود، دو جوانی بسیار میگه سن و سالشان یک خرد بود و از مردم مدینه بودند و به سوی من مراجعت کردند که ای عبدالرحمن، ای عمک جان، با همین لفظ میگه مراجعت کرد، ای عمک جان آیا ابو جهل را میشناسی؟ عبدالرحمن میگوید که البته من میشناختم ابو جهل کی بود، زیرا ما همراه او در مکه مکرمه یک جا زندگی میکردیم. گفتم بله میشناسم. گفتم برای ما نشان نمیدهی؟ گفتم مطلب شما چیست؟ گفتن ما آگاه شدیم که این ابو جهل پیغمبر خدا را، محمد را بسیار آزار میدهد. قسم به آن ذاتی که جان من و جان این برادرم در دست اوست، اگر ما با ابو جهل رو پرو شویم تا زمان از پیش او پس نمیگردیم که یا کشته شود یا کشته میشویم. با این مطلب به این میدان جنگ آمدیم. حضرت عبدالرحمن میگوید من در حیرت ماندم که اینقدر جوانهای خرد و با غیرت با یک ابو لهبی که خیلی جسد کلان داشت و با او هجوم کردن هر کس قدرت و غیرت نداشت، برای خودش بسیار میگه محافظت میکرد در جنگ. نگاه کردم میگه که این دو جوان میگه وقتی نشان دادم که وای بالای اسب سوار است، انا همون ابو جهل است، میگه نگاه کردم که میدویدن به سوی همون برای ثواب. از جان جوانی خود چکار کردن؟ گذشتن برای خاطر اسلام، برای خاطر همین اسلامی که الحال ما و شما با اندک مال با همون مردم یهود میفروشیمش، همون جوان حکام میگه با همین کاردها در دست میگه با سوی همون ابو جهل میدویدن. دوید میگه یکی از اونها این معاذ ابن عمر ابن الجموح بود. میگه وقتی میگه رو پرو شدم نگاه کردم که رو پرو هجوم کردن با ابو جهل هیچ شرایط نداشت. از این خاطر میگه در پای ابو جهل میگه با همون کارد زدم. برابر زدن میگه که این ابو جهل میگه اون بدبخت میگه از بالای اسب میگه در زمین زد و این داده رو میگه یک مقدار دیگه میگه زخمیش کرد که تا حال نمرده بود، لیکن قدرت داشت میگه و بالای همون زمین دور میگشت. و فرزند ابو جهل اکرمه نام داشت، در پهلوی میگه ابو جهل بود. این معاذ ابن عمر میگوید من از او فراموش کردم و این فرزندش میگه کارد برداشت و به دست راستی من زد که دست راستی من تماما از همون موضع اساسیش میگه جدا شد. همین زمان بود میگه که نگاه کردیم عبدالله ابن مسعود که خیلی غیرت داشت میگه آمد میگه بالای سر ابو جهل قرار گرفت و ابو جهل میگه به هلاکت رساند. یعنی این ابو جهل این ابو لهب نیست، بلکه این شم یک دشمن سرسخت پیغمبر ما و شما بودن. الحمدلله امروز همش در اما اسفل السافلین در پسترین دوزخ خداوند از روی وعده قرآن عذاب دارند. السلام علیکم بابای حاجی، میبخشید سوالی دارم.
من ماشین خریدم، میگویند که پیش از ماشین رو خریدن باید زکاتش رو بدهی. اگر من زکات ماشین رو ندهم چی میشود؟ این ماشین زکات ندارد. مثال کسی که ماشین میخرد معنای او را ندارد که ماشین زکات داشته باشد، بلکه آدمی که با دولت باشد یعنی $800 داشته باشد به حساب حاضره. اگر همین $800 یک سال تغییر نیابد، $800 بماند یا $800 زیاد شود، در گردن این آدم فرض می شود که چکار کند؟ از $800 $16 جدا میکند، در دست یگان آدم مستحق فقیر برده میدهد. این ده ثواب میگیرد. لیکن به خریدن ماشین این چی است؟ در گردن ما و شما زکات واجب نمی شود. سلام بابای حاجی، سوال میگویند که با دختر سر منزل رفتن ممکن نیست. من صاحب 7 دختر می باشم. خداوند به من فرزند بی پسر عطا نمی کند. در این حالت من از دنیا می گذرم. فرزندان من باید بدانند که سر گوری پدرشون در کجا هست. آیا در این حالت دختران من نمی توانند که یکی از آنها سر گوری پدرشون را بینند یا نه؟ یعنی این برادرمان فقط صاحب دختر بوده است و خواهش همین بوده است که دخترهاش بالای منزل پدرشون رفته در حق پدرشون دعا کنند. سر منزل رفتن با حدیث پیغمبر خدا چی برای مرد چی برای زن جایز است، چی برای زن و چی برای مرد جایز است. این حدیث پیغمبر خداست. لیکن فقط با همون لباس‌هایی که خداوند در قرآن فرمایش داده است برای زنها، انا همون لباس اگر در بدن اونها باشد، یعنی سطر اسلامی داشته باشند، میتونن که رفته سر گوری پدر خدا زیارت کنند. لیکن امروز فکر میکنم حاجت به اینم نیست. اگر همون دختری که در ما و شماست از جانب خانه با قدر همون ذره‌ای که دارد اگر خیر احسان میکند یا قرآن میخواند یا دعا کند در حق پدر ببخشد، انشاءالله خدا قبولش میکند. اینش بهترین صورت است از اونی که مثال بالای قبرستان همون زنها رفته دعا و درود میکنند. اگر چنده که در فتوا رفتن زن با طریق سطر اسلامی جایز است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. نمازهای سنت 4 رکعت باشد، همه آنها به سوره می آیند. البته همین 4 رکعت نمازهایی که سنت هستند هر 4ش به سوره هست، فقط 4 رکعت فرض 2تاش به سوره و 2تاش به سوره است. اگر شما سنت هر 4ش در یکی از اینها اگر زمی سوره نکنین، نماز شما فاسد است. از سر بخونید نماز. نمازهای سنت به سوره نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز. آب شهوت چند خیل می شود و کدام آن حرامت می کند و کدام آن به نماز می کند؟ التماس با سوال من خوب جواب دهید. البته آبها منی می شوند، مدی می شوند، مزی می شوند. و برآمدن آب منی که این در حالت مثال شهوت است که وقتی مثال مرد با زن خود خانه‌داری می کند همون آب منی خارج می شود که بعد خارج شدن او غسل واجب می شود. اگر همین آب منی از حسابی از یک بلندی میگه با پایان، مثال وقتی آدم می افتد یا اینکه یک باری وزبین در پشت بار کند، گاه همین آب منی هم خارج می شود. به سبب این میگوید غسل واجب نمی شود. فقط غسل با برآمدن آب منی در حالت شهوت برآمده باشد، این صورت غسل واجب می شود. لیکن مدی و مزیج بسیارتر بعد پیشاب کردن مثال بیرون می شود که اینها چی است؟ اینها شکننده طهارت هستند. اگر در حالت مثال طهارت داشتی و همین مزی و مدی برآمد، این صورت هم طهارت را میشکند. و اینها چی هستند؟ همش بی نماز هستند. همش در بدن شما که اگر افتید بدن شما را بی نماز میکنن. باید که شما اونها را شسته تازه کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. آیا آدم دیوانه را در قیامت پرسش میکنن یا نه؟ نه، پرسش نمیکنن. آدمی که اگر عمرن تماما از مادرزاد تا به آخر حیات دیوانه باشد، اینها را در روز قیامت اینا مکلف نیستند. از این خاطر اینها را در روز قیامت هیچ سوال و جوابی نمیکنند.
السلام علیکم داملای عزیز. در مسجدی که نماز جمعه خوانده نمی شود نماز عید را خواندن ممکن است؟ مسجد ما 5 وقته است و در آنجا نماز عید را نه، جایز نمی شود. در نماز جمعه فقط نماز عید بخوانید. در نمازهای 5 وقته، نمازهای جمعه و مثال نمازهای عید فقط می شود که به قرار مفتیات اگر شما مثال دستور داشته باشین، اجازت نامه داشته باشین، میتونین که بخونین. این طریق از پیش خود خواندن نمیتونین. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب دهید. ما هر روز شاهد آن میشویم که در ماشینه‌های سبکرو کاسیته‌های امر معروف و تلاوت‌های آیات کلامی ربانی را گوش میکنند و آیا ما اکثریت مردم که از سجده تلاوت بیخبریم؟ مثلا در سوره اقرا جای سجده تلاوت دارد، ما چیکار کنیم؟ از شما حاجی محترم خواهش میکنم که در همین مسئله روشنی اندازید. یعنی سجده تلاوت در اصل مثال مردم ما و شما درک ندارد. در 14 جای قرآن سجده تلاوت است. یعنی وقتی که همین 14 جای قرآن سجده تلاوت دارد، وقتی همین آیات ها تلاوت میشوند، باید که ما چیکار کنیم؟ بعد شنیدن همین آیت سجده تلاوت، یعنی آیت بگیم همون سجده، باید که 2 سجده را انجام دهیم. از این خاطر در ماشین ها وقتی که کاسیت ها را که گوش میکنین، مثلا سوره اقرا در آیت سجده است، با شنیدن کاسیت سجده واجب نمی شود. فهمیدین؟ بس شنیدن از کاسیت اگر آیت سجده خوانده شود این در واجب نمی شود. فقط در حالتی که از آدمی همین بگیم زنده در پیش شد یا در داخل نماز باشد آیت سجده را خواند، برای آدم خارجی نماز هم واجب می شود. سوال ها را مختصرا جواب میگیم برای که سوال خیلی زیاد است، چی در خانه و چی در پیش ما. السلام علیکم داملای عزیز، مادر من سینش به 45 رسیده است اما نماز نمیخواند. من مادرم را میگویم که نماز خوان، او میگوید که سوره ها را از یاد کردن نمیتوانم. اگر رفته را در نزد دفتر را در جای نماز ماند و از روی دفتر خواند، نمازش درست است یا نه؟ و اگر صاف نخواند، نماز خوانده خودی من که پسری او هستم در نزد خداوند قبول و در نامه اعمالم نوشته می شود یا نه؟ التماس داملای عزیز جواب درست دهید. یعنی نماز شخصی که مادرش پدرش نماز نمی خواند، فرزند نماز خوان، نمازش البته در نامه اعمالش ثوابش نویسنده می شود و همچون نماز خوان در پیش خداوند محشور می گردد. یعنی این نماز خواندن ما و شما به نماز خواندن پدر و مادر هیچ دخالتی ندارد. از این خاطر وقتی که دفتر اگر بگذارد در پیش از بالای اون نماز خوانده بتواند، اینم جایز است. یعنی جایز است که در پیش دفتر مانده و نماز خواند، از او یکی نماز نمیخواند. این البته ثوابش زیادتر است. السلام علیکم حاجی میرزا، روز می شود که من از کار دیر می آیم، تا نماز شام نزدیک شد آبی گرم نیست، تا آب گرم میکنم وقتی نماز میگذرد، با آب خنک درست است؟ بعضی روز می شود البته درست است. با آب خنک هم شما طهارت کرده می توانید، لیکن در حالت آب خنک استفادهش درست نمی شود که اگر شما مریض شوید. از حساب آب خنک اگر در وجود شما زلال و نقصان پیدا شود، این صورت آب خنک ترک کنین و تیمم کرده نماز بخوانید. اگر شرایط آب گرم قطعی مثال یگان زلال در وجود شما پیدا نشود، بعد با آب گرم چیکار میکنین؟ طهارت میکنین، نماز خواندن میگیرین. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با همین سوال من جواب گردانید. میگویند که در خانه صورت گرفتن اوبال است، راست است یا دروغ؟ 10 بار ما تاکید کردیم که صورت گرفتن اگر بی عذر باشد، یعنی نه برای مثال پاسپورت و نه برای شهادت نامه و نه یک مثال قصد سفر و دیگر، اینها حالتهای ضرورت هستند. اگر در این حالتها شما صورت بگیریم با که ندارد، لیکن اینش رفیق ما، اینش مثال طلبه ما گفته قطعی اینا صورت میگیریم، اینش در نزد خداوند شما گناهگار میشید. زیرا که خودش یک اسراف است، هیچ معنی هم ندارد. نه در خانه صورت بگیرید نه در بیرون خانه صورت بگیرید، نه در خانه هاتون صورت ها را کشال کنید. امروز خانه همی کدام مسلمانی که میدروی حاضر البته صورت هست. تمام من نمودی صورت چی در حمامای ما و شما و چی در پرهای دیوال ما و شما کشال هستند.
امروز ایرا اکتفا نکردند با بعض مثال جوانهایی که الکی صاحب دولت شدند، رفتن مثال در شهرهای با از کلاب ما و شما بیرون در قالین ها همون صورت ها را مثال میزنن گرفته میارن. این چی معنی دارد آخه؟ هیچ معنی ندارد. سوال آخران میخونیم، وقت است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خداوند علم شما را از اینم دیده زیادر گرداند. من یک چند سوال دارم، التماس با پرگی جواب گویید. دیوس چیست و کدام نمود آدم ها را دیوس گفتن ممکن است؟ وقتی که آدم از دنیا میگذرد طبق میگردانند، این کار در اسلام است یا نه؟ زیرا اکثر آدمان مرده را در همین وقت میگویند که پول بیار مادرت پدرت یا برادرت را آبرو کنی. یعنی دیوس ما با شما خبر دادیم دیوس کی هست؟ کسی که غیرت در خانه خودش ندارد. یعنی وقتی که سخنش در زنش نمیگذرد، در دخترش نمیگذرد، این دیوس میگن در اسلام. لیکن آدمی که مثال طبق میگردانیم، مثال دوره میکنیم، در اصل مثال اینها نه در آیت نه در احادیث های پیغمبر است که ما و شما دوره میکنیم برای مرده ها. لیکن برای مرده ها فقط در مسئله همین ذکر می شود که هر یک نمازی که از همون انسان در حالتی که یعنی دیگر قدرت خواندنش نداشت از او اگر فوت شده باشد، مقدار 2 کیلو گندم برای هر یک نمازش جدا میکنیم، یک آدم مستحق میتیم، خداوند به سبب همون 2 کیلو گندم دادگی همون نماز از بنده میبخشد. لیکن در حالت اون بنده قضا کرده باشد که دیگر در حالت خودش نیست، یعنی دیگر هوش ندارد، جانش هست لیکن تماما در اختیار خودش نیست، این حالت دا چیکار کرده میتونیم؟ این حالت دا میتونیم که در هر یک نماز، ممکن 5 نماز، ممکن 10 نماز، اگر همون آدم در حالت بیهوشی باشد جمع میکنیم، هر یک نماز شد 2 کیلو گندم در دست یک آدم مستحق میتیم، خلاص. اینه که مثال بخشیدم قبول کردی، بخشیدیم قبول کردی، خیلی میگیم چی معنی نداره. حتی مثال میگیم یک آدمی که در عمرش نماز نخوانده است، میگیم بعضی را قضا کرده است و بعضی را ادا کرده است. در اصل ما دروغ گفتیم و ادا نکرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. از این خاطر اینا از اسلام نیستند. کسی که اگر در حق پدر و مادرش میخواهد که مثال فدیه صوم صلات دهد، این است که اگر هم پدرش در حالتهای بیماریه که در اختیار خودش نبود نماز ترک کرده باشد، انا این حالت ما حساب میکنیم 2 کیلو گندم سر هر یک نمازش میدهیم، انشاءالله خداوند اون نمازها را میبخشد. السلام علیکم داولای محترم، از شما اول بخشش و بعدم پرسش. من 5 سال شد که نشأه میکشم، لیکن 5 وقته نماز را میخوانم، آیا روا هست یا نه؟ با همین را میفهموندی. البته مثال وقتی که انسانی که نماز میخواند باز نشأه میکشد، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند زنا میکند، این معنای چی را دارد؟ این معنای مسخره کردن با دین خداست، مسخره کردن است. از این خاطر اینها در نزد خدا این نماز و این عبادتش هیچ قدر قیمت ندارد، اینا در نزد خدا قبول هم نمی شود. نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. همین نمازی که اگر ای صدق نباشد، نمازی که از پاکیزگی و از تحت دل نباشد، اگر شاعر میگه در کعبه که بخوانش خدا قبولش نمیکنه. از این خاطر کسی که نماز میخواند، کسی که راه اسلام برای خودش اختیار کرده است، با تمام آن چیزی که از این گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اگر میفارد همین عنوان مسلمانی را، چی در دنیا تو را مسلمان میگن چی در آخرت، چیکار کن؟ از همین قانون قرآن بیرون نشو. قرآن نشر هم حرام گفته است، عرق هم حرام گفته است، زنا هم حرام گفته است. از این خاطر وقتی تو در حرام خدا میدروی باز عبادت میکنی، این هیچ معنی ندارد. اینجا 2 سوال بسیار بحث طلبند، انشاءالله اینها را در باب تقدیر
یک برادر سوال کرده است. اینجا دو کس سوال دادن در باب تقدیر. انشاءالله خیلی بعداً این سوال ها را میخونیم و باب تقدیر را با شما بحث میکنیم. سوال آخران را میخونیم. السلام علیکم بابای داملا، سوال: برای چی قرآن ها از یکدیگر از تشدید، زیر، زبر فرق میکنند؟ من قرآن را میخونم، در یک تاش میشاء و در دیگرش میشاء، من یشاء و میشاء نوشته است. آیا کدام اینها درستند؟ قرآن ها غلط نیستند، قرآن ها درستند، لیکن فهمیش همین برادر خودش غلط است. همین برادری که مثال میگه در یک تاش من یشاء، در یک دیگهش می یشاء آمده است. در اصل برای قرآن خواندن باید تجوید خواندن در کار. اگر کدام شما تجوید نمیخوانین، یعنی تجوید یگانه کتابی هست که شما را راه درست قرآن نشان میده. همین من یشاء، همین جا همین نون برای چی می یشاء می شود؟ برای 4 حرفی است: یا و میم و نون و واو. بعد نون ساکن اگر همین ها آمدن، هر آینه نون پرتافته می شود و در این حرفا داخل کرده می شود. یعنی می یشاء، درستش می یشاء می شود. اگر تو تجوید می خواندی این سوال البته از ما نمی کردی. برای همین قرآن اینش از اینش فرق دارد. همین سخنها را پرتایم. همین در مردم کلاب ما و شماست که نه این کتاب این خیل میگد، این کتاب این خیل میگد. نه، کتابا همه درست، همه صحیح، مگر مردم خودش غلط هستند، مردم خودش نمیفهمند. بابای حاجی التماس یک جمعه را درباره چگونگی عذاب گور و پول صراط و سوالهای منکر و نکیر نقل میکردید. ممکن تسلای دل من زیادتر و خوبتر میشد. ما در این بابا صحبت داشتیم. میگویند که حضرت امام مسکره جان پسر حضرت علی است. آیا این درست است یا نه؟ برای ما و شما بودن همین حضرت عسکری است، مسکری است، همینا را فهمیدن هیچ حاجت نیست. بچه علی است یا بچه حضرت عثمان است، چی لازم ما و شما ده؟ اگر چند کی را مسکری جان نمیگن، عسکری جان میگویند. اینا مرقد چون در اینجا نیست. نه اینش، نه مثال حضرت سلطانش، اینا در جنگ حضرت علی کشته شدگیند. وقتی با معاویه جنگ میکنن، همین حضرت سلطان ویس قرنی در همون جنگ کشته میشود از پشت حضرت علی. اینا مرقداشون نیست، با حدیثای صحیح هست. برای همین ایرا عسکری جان میگن که نبیرای حضرت علی هست. لیکن دانستنش با ما و شما هیچ شرطی ندارد. بارانی که روز قیامت میبارد میگویند که مثل نطفه برین است. این نطفه چیست و باران چگونه میریزد؟ ما اینا را صحبت کرده بودیم که این یکی از نشانه های قیامت است که تمام مردم وقتی که از دنیا میگذرند، یعنی دنیا که وقتی تمام میشود، خداوند از آسمان 40 روز آب منی میبارد. همین آب منی نطفه‌ای که از مرد جدا میشود، همین خداوند مثل بارش میریزد که همینها در تمام استخوان و جسدی که در زمین هست تأثیر میکند و از همین نشأ نما یافته چیکار میکنند؟ میسبزند و نزد خدا حاضر میشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.